وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر گرامی، حدیث در بخاری ای عباده ابن صامت روایت است که میگه خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر اکرم میگه صلی الله علیه و سلم از خانه برآمد. خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم لیخبرنا بلیلة القدر، برای ما را خبر دهد به شب قدر کدام است. فتلاح رجلان من المسلمین، پس ده برادر مسلمان به همدیگر چی جنجال کردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که چی وقتی که اومد خلاص، یعنی خلاص کردن و مقصد چیه؟ پس پیغمبر گفت که چی فروف جیتکم لاخبرکم بلیلة القدر و رفعت، ای لیلة القدر برداشته شد. خیلی خلاصه حدیث درازه، معناش که پیغمبر الله عز و جل همون چی را، همون روز از پیغمبر چی از چیش گرفت، یعنی کدام روز بود. حدیث در امام مسلم میگه که صلی الله علیه، بعد میگه در آخر حدیث میگه که فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، جستجو کنید در نهم، در هفتم، در پنجم، یعنی 25م، 27م، خصوصا 29م همه روزا جستجوش کنید برادر گرامی. این یک حدیث. حدیث در امام مسلم میگه که صلی الله علیه و سلم اریت لیلة القدر فی المنام، ای در خواب دیدم شب قدر، فایقظنی اهلی، وقتی که دیدمش از خواب بیدارم کردن اهلم، اجازم رفت کدام وقتایی. این در حدیثی در امام مسلم برادر گرامی. حکمت از این چیه؟ حکمتی که الله عز و جل همین روز از پیغمبر برداشت، یعنی که همین روز معین کردگی روز پیغمبر برداشت که نگد که کدام روزایی. حکمتش همینه. عالمان بسیار دربارش میگن که خلاصش همین است که اگر که یک روز میشید برادر گرامی، اگر لیلة القدر یک روز میشید، مردم همون یک روز عبادت میکردن و تمام، غیر اون دیگه عبادت نمیکردن، منتظر همون روز میشدن که بیاد و در همون روز عبادت میکردن. دیگه در روزهای رمضان عبادت نمیکردن، عبادتی که درست باشد بگیم برای که قدر نمیدونستن. برای همین برادر گرامی خداوند همین پنهان کرد، آشکارش نکرد. برای چی؟ برای که بندگانش در همین ماه اجتهاد و کوشش کنن، تلاش کنن در چی؟ در عبادت، برای عبادت تلاش کنن، کوشش کنن برادر گرامی. این از سبب‌های اساسیش که خیلی که خداوند مثلا خیلی بعضی علما میگن در همون چیاشون تفسیراشون، مثلا خیلی که خداوند رضاگی خودش پنهان کرد که در کدام عبادت هی، کدام عبادت رضاگی خداوند هی بسیارتر پنهانش کرد. خلاصه همین قصه ها بسیار نقل می‌کنن چی علمای بزرگ. برای همین برادر گرامی اساسی که پنهانش کرد و آشکارش نکرد، این همین است که انسان مسلمان باید در همین روز، در همین رمضان، در 20 روز تلاش کوشش کند، عبادت کند و در همین 10 روز آخر بیشتر و بیشتر و در روز طاقش با بیشتر و بیشتر عبادت کند که همین روز دریافت کند. یعنی که مقصد چی؟ مقصد همه خداوند همین است که بندگانش عبادت کنند خداوند. بر عبادت هم برای خودشون، برای نجات خودشون، نه برای خداوند. خداوند احتیاجی ندارد به عبادت ما. برای این برادر گرامی الله تعالی اعلم.